مثبت میشه پایین رفتم میز داره میره پایین زده منفی میاد بالا درست شد؟ در هر لحظه‌شم ما حرکت سریع داره یعنی حرکتی دو برابر داره ضرب در دو داره تا حرکتی آرام روشن نشه اون بغدار نمیشه دیدی قطعش کرده میان زدی بالا اون باید حواست بهش باشه میارد بالا میان با یه مثبت که میاد بیرون روی اینم دوباره ما یه حرکت سریع داریم دوباره بده با یه منزی دوباره میز میره داخل ولی میام روی ایکس همون ایکس منفی میز میاد سمت راست که اونم دوباره یه حرکت سریع برای خودش داره برمیگردیم ایکسی مثبت که میاد سمت اون حالا این پیشروی ها درست شد؟ ما میخوام خلاصش کنیم که فقط پیشروی ها کار نکنه فقط کله کار بکنه دسته رو که بدن این بر پیشروی همون دیگه هیچ کاری انجام نمیده خلاص میشه فقط کله کار میکنه درست؟ میاد دوباره اینجا که ببریمش دوباره میشه پیشروی ها بغدار میشه ببین اونجا شروع کرده گشتن این حالت هم دوباره فقط کله کار کنه هیچ کنی پیشروی هم کار نمیکنه پس باید اینجا باشه که پیشروی ها کار میکنه حالا میانیم که فقط کله کار نکنه بکنه کله کار نمیکنه فقط پیشروی همون کار میکنه ما الان کله خاموش میشه اینجا که بیان کله خاموش شد کله رو چپ و راستش میکنه دور کله رو چپ و راست میکنه تا اینجا این آمال یه سری چی تا که نمالی پیش روی یا که این هم خلافش بکنه نه این هم نمیدونم چه کاری انجام میده ولی که حالا دیگه نمیدونم این هم دوباره چپ و راست میشه چپ و اینا نه هر دو